سلام سلام سلام، شهبازی هستم از بافتنی پاییزه. امروز دوباره خدمت شما رسیدم برای یه آموزش دیگه. امروز میخوام آموزش این بافت دونه زنبوری رو براتون بذارم. امیدوارم که ببافید و بپسندید. خب میریم که شروع کنیم. من اینجا 22 تا دونه سر انداختم برای نمونه. 2 رجه برای شروع کار به زیر میبافیم. دونه اول رو در میاریم، 1 زیر، 1 دوبل یعنی 1 رج، پایین تر میلمون رو داخل دونه میزنیم، 1 زیر، 1 دوبل تا انتهای رج به همین شکل، 1 زیر، 1 دوبل، 1 زیر، 1 دوبل. خب دونه اول آخرمون که حاشیه است به زیر میبافیم. رجهای پشت کار تکراریه، یعنی اینکه من دونه اول رو در میارم، 1 دونه، ببینید اینجا رج قبل این دوبل بافته شده، 2 تا نخ روی میلمون هست، روی دونمون افتاده، دوباره دوبل ها را دوبل میبافیم، زیرها به زیر. هر رج کار ما به زیر بافته میشه، دوبل زیر، دوبل زیر، دوبل زیر، دوبل زیر، دوبل زیر، دوبل زیر. رجهای روی کار همیشه ما جابجایی داریم. دونه اول رو در میاریم، این بار جای مدلمون عوض میشه. دونه اول ما به زیر بافته شده بود، دوبل بافته میشه و دونه بعدیمون که دوبل بود، یعنی ببینید 3 تا نخ روی دونمون افتاده، این به زیر بافته میشه. پس جای مدل عوض شد، زیر، دوبل زیر. آخرمون هم به زیر بافته میشه. گفتم رجهای پشت کار تکراریه، پس اینجا نگاه میکنیم، اگه احتمالاً که فراموش میکنید که کدوم دوب بود کدوم زیر، به دونه توجه میکنید. اگر 1 دونه روی دونتون افتاده یعنی به زیر بافته شده بود، پس تکرار، زیرها به زیر، دوبل. نگاه کنید الان اینجا 2 تا دونه روی دونمون افتاده، دوبل ها رو دوباره دوبل می بافیم. زیر، دوبل، زیر، پس رجهای پشت کار همیشه تکراره، زیرها به زیر و دوبل ها را دوباره دوبل می بافیم. زیر، دوبل، زیر، دوبل، زیر، دوبل.
روی این بافت باید تمرکز داشته باشین، چون اگر یک دونه اشتباه ببافین مدل ظاهر جالبی به خودش پیدا نمیکنه. حتما باید اون یک رج رو که اشتباه کردین دونه دونه بشکافینش. خب رسیدیم روی کار، نگاه میکنیم ببینید این الان قبلا دوبل بافته شده، پس این به زیر، بعدی که به زیر بوده و یک نخ روی دونه است دوبل میبافیم، زیر دوبل. رج پشت کار هستیم، دوباره تکراری میبافیم. دونه اول رو در میاریم، به دونه بعد نگاه میکنیم دوبل بافته شده بوده، دوباره دوبل زیر دوبل زیر دوبل زیر. با چند بار تکرار کردن مطمئناً که میتونین این مدل زیبا رو ببافید. ممنونم از حمایتاتون، ممنونم که کنارم هستین. خوشحال میشم که کانالم رو به دیگران معرفی کنین و نظراتتون رو برای من کامنت کنید. روی کار هستیم، دونه اول رو در میاریم، جابجایی داریم، نگاه میکنیم دونه اولمون که تک دونه روش افتاده و به زیر قبلا بافته شده دوبل، دونه بعدی ببینید 3 تا نخ روشه به زیر بافته میشه، پس دیگه این رج جابجایی داریم، رج‌های پشت کار تکرار داریم. فوق‌العاده مدل زیباییه، مخصوصا با نخهای اسپورت. خب رج پشت کار هستیم، تکراری زیرها زیر، دوبل‌ها دوباره دوبل بافته میشن. برای مبتدی ها چند بار تکرار میکنم که براشون مدل جا بیفته. روی کار هستیم، جابجایی مدل.
خب اینم از مدل امروزمون. امیدوارم که از مدل امروزمونم لذت کافی رو برده باشید. از این بافت میتونید توی کلاه، توی شال، بلوز، ژاکت و هر بافت دیگه‌ای که دوست داشته باشین میتونین از این استفاده کنین. امیدوارم که از آموزش امروزم راضی بوده باشین. ممنون از حمایتتون. خدا نگهدار تا آموزشی دیگر.